یکی از خوشمزه ترین غذاهای ایرانی قیمه بادمجونه که اگه یک کوچولو هم روش وقت و حوصله بذارید یه غذای بی نهایت خوشمزه میشه. سلام رفقا. پیازم رو ریز نگین خرد میکنم و تو روغن کمی سبکش میکنم. گوشت گوسفندی رو که بهتر قلم هم داشته باشه اضافه میکنم، همراه کمی زردچوبه و فلفل سیاه و با هم تفتشون میدم. بعد یه تکه چوب دارچین و آب جوش اضافه میکنم و 15 دقیقه تو زودپز میپزمش. لپه رو هم که بهتر از شب قبل خیس کرده باشین جداگانه سرخ میکنم و همراه سرخ کردن کمی هم بهش زردچوبه میزنم. اینطوری لپتون هم خوش رنگتر هم خوش طعم‌تر. لپه رو هم به گوشت اضافه میکنیم و دوباره 20 دقیقه با هم میپزیمشون و حالا نیاز به یه رب گوجه فرنگی با کیفیت و عالی داریم که چی بهتر از گیلانی. این رب واقعا بهترین رب بازار ایرانه. همراه کمی نمک تفتش دادم و به خورش اضافه کردم. دیگه نیاز به دربندی زودپز نیست. قوره رو هم اضافه میکنیم که جزو محصولات منجمد گیلانیه. البته بادمجون سرخ کرده هم داره گیلانی، اما این بار من ترجیح دادم شکل بادمجونای خورده متفاوت باشه و در پایان پخت همزمان با اضافه کردن گوجه گیلاسی اضافه میکنیم و بعد زعفرون رو به خورش میدیم و دیگه کار تمومه. دیگه فقط باید یه سفره زیبا بچینی و کنار عزیزای دلت این غذای جذاب رو میل بکنی. امیدوارم از دیدنش لذت برده باشید. نوش جان.